به نام الله بخشنده و مهربان. الله مهربان می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. صدق الله العظیم. الله مهربان در این آیه می فرماید از آن الله است فرمان روایی آسمان ها و زمین، هرچی بخواهد می آفریند، به هر کی بخواهد دختر می بخشد و به هر کی بخواهد پسر می بخشد، یا اینکه هر دو را جفت می دهد یعنی پسر و دختر، و کسی را بخواهد عقیم یعنی به نسل می گرداند. به شک و شبهه الله به نهایت دانا و قادر است. سوره شورا آیت 49 و 50. در این آیت الله ما را هشدار می کند که آنچه که در آسمان ها و زمین است از آن او تعالی است و هر چی را که بخواهد می آفرد، و اینچنین به هر کس که بخواهد دختر می دهد و به هر کس که بخواهد پسر می دهد، یا اینکه هر دو را جفت می دهد و کسی را که بخواهد عقیم می گرداند. به شک و شبهه الله به نهایت دانا و قادر است. پس ای برادری که از تولد شدن دختر ناراحت می شوی و همسرت را می رنجانی، آیا به تقدیر الله راضی نیستی؟ ایمان داشتن به تقدیر نیکی و بدی یکی از شرطهای کامل بودن ایمان است. این کار الله است و آنچه که به ما خیر هست همان را می دهد. الله می فرماید شاید چیزی را شما بد ببینید و در آن خیر شما نباشد، و شاید چیزی را که دوست داشته باشید و او برایتان بد باشد. الله می داند و شما نمی دانید. سوره بقره آیت 216. پس برادرم و خواهرم از تولد شدن دختر ناراحت مشوید. این نعمت الله بر شما هست. شکرگزاری الله را بجا بیارید، چون بعض شخصها سالهای دراز در انتظار فرزند هستند و وقتی که شخصین را می‌بینند که با فرزندانشان بازی دارند، در چشمهای آنها اشک جاری می شود. قدر فرزند را از آنها بپرس. آنها امید دارند که روز الله به آنها نیز فرزند می‌دهد، پس ناشکری مکن. انسان‌هایی را می‌دانم که از چین تا آلمان و تا اسرائیل و فرانسه به خاطر فرزنددار شدن به هر طرف دنیا مصرف بسیار پول بسیار صرف میکنند، اما در بر رویشان اشک جاری می شود. الله به آنها فرزند نداده است. آنها راضی هستند که دختر هم که باشد الله به آنها یک نور چشم عطا کند تا که در نزد دیگران خود را کم حس نکنند. من به شما یک قصه واقعی را نقل میکنم. دختری در دانشگاه معلمه شده کار میکرد. روز یکی از شاگردانش از او پرسید: ای معلمه، برای چی سن و سال شما رفته ایستاده است و شما شوهر نمیکنید؟ معلمه چنین جواب داد: یک مرد 4 دختر داشت و پسر نداشت. به زوجه‌اش تأکید کرده گفت که اگر باز دختر تولد کنی میکشمش. زن پنجمش را نیز تولد کرد، این هم دختر شد. مرد غضب‌آلود شده به دختر پنجمش عموما نگاه و توجه نمیکرد، اهمیت نمیداد. پس از چند وقت این زن پسر تولد کرد و بعد این پسر باز 3 تا دیگر پسر تولد شد که همگی 4 پسر شد. بعد از گذشت سالها آهسته آهسته با تقدیر الهی دخترانش از دنیا گذشتند. 4 دختر رفتند. بعداً زنش هم وفات کرد. بیچاره مرد پشیمان با 4 پسر و 1 دخترچه ماند. ماها و سالها گذشت. پسران کلان شدند و خانه‌دار شده پدر را پرتافته با همسر و فرزندانشان برآمده رفتند و مرد سال خورده بیچاره با دخترش تنها ماند. آن همان دخترچه من هستم که نمیخواهم پدر پیرم را در این سن و سال تنها گذاشته شوهر کرده روم. در حقیقت فرزند عطای الله است، خواه پسر باشد و خواه دختر.
به این نعمت الله شکرانه باید کرد. الله مهربان در قرآن کریم در سوره ابراهیم علیه السلام می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ای بندگان من، اگر شما شکرانه من را بجا بیارید، شکر نعمتهای من را کنید، من برای شما از نعمتهای زیادتر و زیادتر، بالاتر و بالاتر زیاد میگردانم. و اگر شما کفران نعمت میکنید، از من ناراضی میشوید، به شما عذاب سخت میدهم، شما را در عذاب سخت گرفتار میکنم. به همین خاطر روز قیامت ما از هر نعمتها، خصوصا از نعمت فرزند، چی پسر است و چی دختر، در نزد الله مسئول هستیم، پرسیده میشویم. همیشه نعمت الله را، هر نعمتی باشد، شکر باید کرد. شکر گویی نعمتت افزون شود، ور نگویی از کفت بیرون شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.